کلاب اونرام جزو واقعا مزخرف ترین آدمای رو کره زمینه. رو مقطعینش فکر کنم اینه که مثلا مینویسه 10 ولی کنسرت ساعت 1 شروع میشه. و بدترین هم کنسرت پوبان بود که اصلا اتفاق نیفتاد. یعنی پولو دادیم کنسرت اصلا پرید و تموم شد. مثلا دفعه اول هم کنسرت زد بازی مثلا اون که افتضاح بود. یارو داشت میخوند از درد اجتماعی میخوند، پشتش داشت تصویر کباب پخش میشد. کلا صداها داغون. بعد مثلا 4 تا خواننده است، فقط 2 تا میکروفون کار میکرد. سلام به برعکس یوتیوب، سایل اقتصادی هستم. امروز با مسعود هویار، ولی به مسعود نه اینو واسه بابا مسعوده. نه بابا بعد بذار باشه اوکی. من فهمیدم، من بوشو فهمیدم. او مسعودو تو دی ان ای بود. خلاصه آقا هویار بن مسعود. آقا هویار کیه؟ هویار یکی از بچه‌ها، در واقع یکی از کسایی خیلی که بیننده‌های برنامه است و یکی از دوستای به قول معروف ویرچواله که دیگه ریالیتی شده و داستانش اینه که خیلی فن هاردکور باحالیه. خب بعد من فکر کردم که من کنسرت ایرانی اینا که خب زیاد رفتم و این حرفا، خب من یه دید خاصی دارم. بعد به قول معروف خودم آرتیست آوردم، آرتیست‌ها رفیقامن، هم از دل اونا میدونم داستان چیه، هم از دل اون کسی که برنامه گذاره میدونم چیه، هم از دل ساب کلاب میدونم چیه. بجا خلاص چه یه دونه فن نمیدونستم چیه، یه نفری که میاد اونجا تماشا میکنه، پول بلیت میده. و هویارونه که مثلا میگم اگه کنسرت ساعت 8 شروع میشه ساعت 4 میره اونجا که نفر اول باشه که بهترین جا باشه و همیشه تو بهترین جا وای میسه، اون جلوی وای میسه، همه آهنگا رو حفظه. و خیلی گفتم جالبه که اینو بیایم از چش یه دونه برای تمام همون برنامه‌گذارا، برای بچهای ایرانی که یا هر جای دنیا که مثلا کنسرت نرفتن یا مثلا دلشون میخوام بدن چی میشه، گفتم این خیلی برنامه جالبی باشه که بگیریم. خب هویار گل چطوری؟ اول تعریف کن برای برابکس اولین باری که ما هم دیگر دیدیم که خیلی من داستان پارش هم برام تعریف کردی. و جالبه که اصلا اینو اولین بکن انگار فکر کن شومبولانس تو هم که مثلا خوشحالی میبینیش. خب اصلا اولین برخوردمون راجع به کنسرت بود دیگه تو بگو دیگه، بچه‌ها که نمیدونم. من 16 سالم بود، یه 4-5 سال پیش. بعد تازه از ایران اومده بودم. خب ایرانم خب خیلی مؤدب و فاز رسمی و اینا. بعد خب من از بچگی عاشق لیتو بودم، اصلا اون 9 سالگی. بعد اومدم ماه سوم بود یا ماه دوم، دیدم یه بنر کنسرت اومد لیتو، مثلا خلسه و زد بازی مثلا توی ونکوور. بعد مثلا از هیجان ترکیدم، یادم پایین داد مثبت 19. بعد گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. مثلا 19 یعنی 19 سال به بالا باید باشی. نه نگم یکی نمیدونه مثلا از ایران نظر. چون نداره یا کنسرت یا نیست دیگه، سن جدا نمیشه. بعد خیلی ضد حال بود. بعد گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. دیدم اد استوری که کردن لیتو اینا زدن ارگانایزر مثلا سوال اقتصادی آیدی تو رو گذاشتن. رفتم پیام دادم خیلی رسمی و مثلا شیک و مجلسی که سلام خسته نباشید وقت بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه، ببخشید مزاحم شدم. من بابت بنر کنسرت مزاحم شدم. خواستم اینم که زده بالای 19 ولی من الان 18 سال و 11 ماهمه، یه ماه دیگه 19 میشم. آیا کاری هست که من بتونم بکنم؟ مثلا خواستم اینم غیر قانونی کاری میشه کرد. بعد خب خیلی منتظر بودم. دقیقاً 2-3 ساعت بعد یه ساعت عصر بود، ساعت 4-5 اینا بود، دیدم پیام اومد. با هیجان اینطوری باز کردم، دیدم نوشته که تنها کاری که میتونی بکنی اینه که بابات بگی چرا زودتر ترتیب مامانمو ندادی. مسعود جو من معذرت میخوام ولی دیگه دروغ گفته. بعد میگفتم بچه 2 سال زودتر، ولی اصلا من تو شوک بودم. تو ایران اینو بگی دعوا میشه، قمه کشی میشه، شلوارتو در میارن. من انتظار داشتم پیامو باز کنم مثلا میگه سلام درود خسته نباشید. بعد دیدم داره میگه به بابات بگو چه زودتر ترتیب مامانمو ندادی. خال من هیچ آیه‌ای نداشتم، اصلا من هیچ مموری نداشتم که اتفاق افتاده. بعد هویا رو کجا دیدم اولین بار؟ کنسرت خشایار کچیویت. آره بعد اونجا اومدی اینو گفتی مثلا پاره شدم از خنده. چقدر خندیدم مثلا هیچ وقتش میگفتی یادم داستان میشتم. خیلی خوب بود. اصلا تو شوک بودم. 2-3 ساعت جواب ندادم. بعد 2-3 ساعت یه ریاکت اموجی خنده فرستادم. نمیدونستم باید دعوا کنم خندم. خلاصه خیلی جالبه. خلاصه آقا هویار خیلی خفنه. حالا من میخوام بگم هویار تو برام یه چند دقیقه بگو مثلا اولین کنسرتی که رفتی
کدوم کنسرت بود؟ بعد انتظار چی بود؟ از کنسرتی تا حالا به غیر از ایرانی رفتی؟ اینا رو یه توضیح بده. خب من اولین که رفتم دقیقاً اولی بود که 19 سالم شده بود. دقیقاً یه ماه بعدش بود. یعنی از من خوشحالی شانسی آوردم. می‌خوای بیای بالا یه دوستی. من هم گفتی فکر کن دوله، من دیگه تمرکزم رفتی پایین، فهمیدم شما چجوری استایلته. بعد دقیقاً چیز بود کنسرت. آخ چون خوشحالی اومد. سلام پاشا جون، روزت بخیر. سلام. خوبی؟ No, it's okay. I love you, مرسی. خب کجا بودیم بس داستان؟ اولین کنسرت اوکی بریم. خب اولین کنسرت رو پس 19 سال و یه ماه که شد، کنسرت کی بود؟ مال چیز بود دیگه، لیتو و سیجل و خلسه و هیدن، یعنی همه با هم. او قوی. و اولین بار بود بعد 2-3 سال. آخرین بارشون هم بود که پیام داده بودن. که نشده بود. بعد دیگه الان یهو گفتی الان بیام. خب بعد اومدی و تعریف کن. اونم اولین بود، زود اومدی دفعه اول باشی؟ اونو من مثلا ساعت 10 شروع میشد، جوری برنامه‌ریزی کردم 9-10 دقیقه اونجا باشم. 9-10 دقیقه. آره. اون اولین بارم فکر می‌کردم 9-10 دقیقه بیام دیگه، مثلا ته خط دیگه. که بعد اومدم دیدم یه صفحه طولانی بود و اینا، که هیچ افتادم آخر نه وسط رو به آخر بود. که خیلی شلوغ بود. اولین کنسرت بود بعد مدت‌ها توی ونکوور. خب ایراداش چی بود؟ 5 تا ایرادش رو واسم بگو. من میخوام مثلا میرسی مثلا عصبانی میشی که مثلا 9 میرسی بعد تو 11 اونجا تو صفی هنوز نرفتی تو، میگی مسخره بازی چیه؟ نه خیلی خوب بود و سر همه سر صف را دادن تو مشتی. بزرگترین ایرادش که یعنی رو مخترینش فکر کنم اینه که مثلا مینویسه 10 ولی کنسرت ساعت 1 شروع میشه. یعنی تو 3 ساعت هم تو علافی. Yes. Of course بابا. خب و نه فقط مال اونا، همشون اینجوریان دیگه. دیدی دیگه. آره. مثلا تو که خودت ارگانایزر بودی دلیل خاصی داره 3 ساعت بعدش؟ ما وقتی مثلا می‌نویسیم 10 خودمون میدونیم 12 شروع میشه. یعنی برای ما سورپرایز نیست. مثلا ما داریم ستاپ میکنیم میگیم خب 12 و 20 دقیقه دیگه خوبه، میگیم مثلا آره. ولی چرا این کارو میکنن؟ من که مثلا پرسیدم این بود که با کلاسه. یعنی مثلا میگیم 10 بیان، همه اومدن اونجا منتظرن، انتظار چیز میشه و مشروب میخورن، موزیک گوش میدن، یه خورده نرم میشن، میرقصن، با هم دیگه دوست میشن، دختر پسر با هم مثلا آشنا شدن. و مهمتر اینه که کلاب مشروب بفروشه. این هم هست، چون وقتی کنسرت شروع میشه مردم دیگه میان اونجا میخوان نگاه کنن، کسی دیگه نمیخواد بره مشروب بخره. بعد تو معمولا میخوای، چون تو یه کاتی میگیری، حالا ما نمیگرفتیم چون ما به قول معروف چاقالیم، مثلا دیگه نمیرفتیم بحث کنیم و تو انقدر مثلا پول کم بود و مثلا چرا کلا مثلا 400 نفر میان و ایرانی هم همه اونا که مشروب نمیخورن که هیچی، اونا که میخورن قبل مثلا میرن یه جا خوشون خفه میکنن میان اونجا مثلا دیگه تاش یه دونه مشروب بگیرن. این پولی واقعا زیاد نیست، برای این ما دنبال اون نمیریم. ولی فکر کنم اون استایلش میمونه چون که دیگه اینجوریه. دلیلش اینه. تنها چیزی که حس میکنم ممکنه باشه همون مشروبه، چون مثلا خوشگذرون رقصیدن نیستش، همه چپیدن تو هم منتظر مثلا کنسرت شروع بشه. مثلا دعوایی که کی جلوی کی عقبه، همه چپیدن تو هم، مثلا جای حرف زدن و آشنا شدن و خب من چه اونجا نیست. ندیدم. من بگم مثلا خب ساعت الان اوکی بذار من خفه میشم. ساعت 9-10 دقیقه تو رسیدی اونجا، اینو تعریف کن تا وقتی که رسیدی تو. میخوام بدونم چیا دیدی، چیا احساس کردی. خب اولش که کلا اون ته صف بودیم 10 و 20 دقیقه، اون اولین بارم بود، کلا یه چیز زیاد وارد نبودم. مثلا 10 و 20 دقیقه فهمیدیم که درو باز کردن که تا بریم داخل و اینا شد 10 و 40 دقیقه. 1 ساعت و 10 دقیقه 1 ساعت و نیم اونجا وایسادی همینجوری الکی. آره. اوکی خب. که بعد مثلا 10 و 40 دقیقه فکر کنم 10 و 45 دقیقه. اوکی. تو این 1 ساعت هیچ کی نیومد، هیچ حرفی نزد، مثلا یکی ارگانیزر نیومد مثلا با لباس بگی همه چی خوبه. نه اصلا هیچ وقت تو هیچ کنسرتی ما ارگانایزر ندیدیم. همینجوری فقط وایسادیم. همیشه دو نفر هستن اون دم در ایرانیان معمولا، مثلا سیس میگیرن. اگه خواستی می‌نویسن با اون سیسی صحبت می‌کنی. فهمیدم. خب نه اون سیسی فقط برای سکیوریتی ان. میدونم. آره. که اونا همیشه میگن ما هیچ نمیدونیم. هر وقت میگم که دروازه چی نمیدونیم.
اونا که اصلا خیلی خودانه. خب. قبل کنسرت که کلا در دختر وارد سالن میشه، مثلا 10 باز میشه، از 8 تا نیم دخترا دارن وارد میشن که من هر دفعه بهش میگم ما هم شاید میتونستیم بریم داخل. حالا که نداری وایسا اون تا دور اینجوری دوربین نگاه کن. دیدی که وی آی پی همش دختره، این دختر میبرن داخل از قبل. آره دیگه بزن چی ما تو رو ببرن تو دیوس. حالا یه گی هم شاید بینشون باشه. با اون برم نمیرا نمیدونم گی کلاب بود چرا اونو نمیدونی. اصلا خب. دخترا چک، اصلا غیر از اونا اصلا دخترا رو چک نمیکنن. مثلا با رفیقام می‌خواستیم بریم مشروبا رو مثلا قوطی کوچیکا رو میدادن به دخترا کیفشون بذارن، بعد دخترا اصلا چک نمیکنن. و مثلا یه بار ازشون پرسیدم گفتم که ما خارده ما رو چک میکنیم، گفتن نه دخترا رو چیز کو چک کنیم شکایت میکنن از اون، یعنی سکشوال اسالت و این چیزا داشته. ها چه جالب. اصلا چک نمیکنن، نه جیب نه هیچی، یه راست میذارن رد شه. چه جالب. من داستان بعد بگم یه دفعه یه دونه چیز بود، یه بهش میگن وایت پارتی، همه باید سفید بپوشن تابستون روی ایرانی‌ها رو کشتی. یک دیگه است. بعد خب رفتیم اونجا و دم در رسیدیم زنگ زدم به ارگانایزر اومد گفتش که سوئیل بیا با بریم از اون دره بریم تو، چون این در همه رو میگردن و من میدونم تو جیبت گل داری و نمیذارن کسی مثلا چیزی وارد بشه، برای همین تو رو از در پشت ببریم، فقط یه قولی به من بده چون من فقط این کارو واسه تو میکنم، تنها کسی که دارم راه میدم تویی و حواست باشه میخوای بکشی برو ته کشتی بکش که باد میره و بزنه و این کسی مثلا نفهم. گفتم اوکی حتما. رفتیم تو و یه خورده کشتی رو افتاد و رفتیم و این حرفا، داشتیم پارتی میکنیم وقتی گل شد. رفتم یه جا گل درست کنم دیدم مثلا باد داره میاد، اصلا جایی نیست، همه جا مثلا بیرونی دیگه، همه جا بیرونه، باد وحشی داره میاد تو، خب جا نیست جایی بذاری. بعد خودم خب حالا مثلا ما اصلا درست کردیم تو این باد که اصلا نمیشه اگه روشن کنی که باش میسوزه سریع انقدر باد داره میاد، از اون ور اصلا حال نمیده تو این باد وایس اینجا بزنی، برو بابا چه مسخره بازیه. رفتم این ور داشتم کردم دیدم اون بالا که پله‌ها میخوره بالا و این کاپیتان واسه داره کشتی رو میرونه وسط اقیانوس. رفتم ریز دادم به در کاپیتان در واسه کردم آقا داستانش اینه من گل دارم، این پروموتور گفته نکشم، یعنی جلوی تو من اومدم از خود اجازه بگیرم، اگه تو میگی بکشم اگه نکشم تو چی میگی؟ گفت آره بابا بکش. گفتم خیلی خوب پس من جا ندارم میتونم بیام تو رول کنم همونجا باد میاد. گفت اوکی بیا تو. خلاص رفتم تو نشستم و کاپیتان واسه داره کشتی رو میرونه، منم اینجا واسه خودم دارم علفا رو گرایند میکنم و با کاپیتان حرف میزنم، علف خاص رول کردم و تمام شد. گفتم که خب گفتم که اینجا بزنم با هم بزنیم؟ گفت نه من چون دارم چیز میکنم اجازه ندارم بزنم و من اصلا نمیذارم، برای همین چیز کن برو اگه میشه پشت در بزن. گفتم اوکی، چون درش جوری بود که حتی بسته بود باد نمی اومد ولی بیرون بودی. رفتم اینجوری در باز کردم واسه خب در حالا اتفاقی که افتاده من وایسادم دقیقاً اون وسط عرشه کشتی اونجوری که کاپیتانه گل میزنم، برای این پروموتورش رد میشه برایش من که گفت دیوش بهت میگم میخوای بزنی برو اینجا تابلوتر کجاست، اینجا بدتر کجا میتونی بزنی، میخوای برو بزن رو پای کاپیتان بشین. گفتم پرسیدم گفت نه. گفت با کاپیتان حرف زدی؟ گفتم آره. گفت آره خب پس همه چی خوبه. گفتم آره بابا. خب یه وقت از این خیابش گفت بریم تک رو عرشه کی اون دیدی گل بزنه. خب حالا تو رسیدی اون جلو اصلا خیلی خوب خلاصش کنم، خب خیلی اون جلو تنگ همه چپیدن تو هم و مثلا همه بو عرق میدن و این چیزا و یه سری سگمه هستن. وایسا یعنی چی بو عرق میدن آقا؟ کامان دیگه واقعا نمیتونیم این کارو بکنیم دیگه، تو جون مادرتون. آقا یه اسپری یا من یه بیلبک خریدم کاششم بهتون نشون میدم، روی اینترنت همه جا میشه اینو پیدا کرد. یه حالت اندازه انگشته، زیرش سوراخ داره، این سر اتکن رو میکنی میزنی توی اینو پر میکنه. تو ماشین دارم بیارم اتکونت که هر چیز بالا از اتکونت هر چیز توی میتونه پرشه، بعد یک خوردن میتونی بریزی، اینو میتونی با خود ببری، بعد اتکون رو زیر بغل بزنی، هم هنوز الکل داره خوشبوش تمیزش میکنه، همین که بو داره خوشبوش میکنه. حالا حتما لازم نیست مثلا دئودرانت باشه یا یه دونه استیک باشه، حالا میدونی مثلا میدونی هندونم بمالی زیر بغل بو هندونه میگیره بهتر از بو عرقه ها. برای همین آقا جون مادرتون یه خورده این کارا رو بکنین. واقعا اینو راست میگه، اینی که مثلا وایس اونجا بعد یه بغل بو عرق میده میگی آخه الان چرا
بعد یه دونه چیزی که هست این واقعی، آدمایی که بو میدن شاید نمیدونن بو میدن. خب دو تا چیز، اگر رفیقت بو میده جون هر کی دوست داری بهش بگو بو میده. دومین چیز، فرض کن خودت بو میدی، همیشه تو این توهم باش که بو میدی. برای همین بگو خب من کی این لامصبو زدم، او ساعت 9 رسیدم میدونن 11 شب ببینید انو استادم، خب مافکوس انا دوباره عرق کردم 2 ساعت اینجا تو این سینما وایسادم، پس یه بار یه بعد بزنم دیگه. پس یه پیس بعد تو جیبت باشه دیگه داداش من، تو رو خدا این کارو کنم. و گور پدر اون کلاب که تو اون دستشویی شده دادان نمیذاره که مردم من استفاده کنن. ولی حالا وای و بدتر هم میشه موقعی کنسرت شروع میشه میخوان فیلم بگیرن، دستا همه میره بالا، مثلا یارو دستش از عقب میاره جلو، زیر بغلش بغل دماغته و میماله قشنگ، دستش خب میذاره شونت و زیر بغلش دقیقاً رو لباسته. وای چه چیزایی مثلا تا حالا بهش خوب شد. خیلی برای همین میخواستم چون برای وکسی هم که مثلا کنسرت میذارم مطمئنم تا حالا هیچ وقت این چیزا رو نشیدم. فکر کنم برای وکسی خود کنسرت گذار جالب باشه. اصلا خیلی کثافته، یارو بالا میاره اون وسط جلو، بعد تا آخرش رو زمین خیسای راه میری. نمیان تمیز کنن؟ نه دیگه هیچی نمیاد. بس یارو کنسرت همین آخر. ببین اصلا اینم بگم کلاب اونرها جزو واقعا مزخرف ترین آدمای رو کره زمینه. یعنی من نمیدونم اگه اینجا کسی کلاب اونر هست یا نه، ولی اگه کلاب اونری میدونی خود آدم بدی هستی. فقط دروغ میگن، خب هیچی براشون مهم نیست. یعنی اگه اونجا رو مواد بمیره براشون مهم نیست. اگه اینا $20 درآورده باشن تو این پروسس پول، حالا مواد رو فروخته باشن، جا رو گذاشته باشن، ولی همیشه تو سعی میکنن نشون بدن قانون براشون مهمه اینا، چون میترسن از پلیس که درشون رو ببنده. و اینا هیچی براشون مهم نیست. تای آدمای بیخیالن، تخمشون نیست. این مثلا میری تو بک استیج ها همه فکر میکنن که مثلا خب آقا یارو داره اینجا $10,000 $20,000 داری پول میدی واسه یه شب، این اگه یه دونه از این $10,000 رو بیاد خرج اون پشت بکنه میتونه اون یه اتاق خفن درست کنه، مبل خوب بذاره فلان. مثلا هیچی نیست توشون، یه دونه مبل، یه دونه میز، دو تا پیس اونجاست، هیچ دیگه نیست. یعنی بدبخت ترین جایی که میدونی سقف کثیف، سوراخ داره تو دیوار، تو سقف مثلا سوراخ بزرگ، اصلا نمیتونی باور کنی چه افتضاحیه. بعد من که خودم اومدم تو باستان گفتم خب رفتم ناکم دیدم یارو مثلا زده، حالا این داستان راجبش چیه، ما یه جا وی آی پی درست کرده بودیم، گفتیم اینجا وی آی پی قیمت گرانتر فروختیم از این حرفا. شب کنسرت که شد همه آدما اونجا بودن، همه آدم تو وی آی پی. بعد خب یعنی چی، چه چک نمی‌کنه اینا؟ سیکریتی یه دقیقه میرفت یا 20 نفر میریختن و ایرانی هم که دیگه ریختن اصلا به گنگ کشیده بود. و من سر اینو یادم بود به ساب کلابه رفتم نشستم سر میز یارو، خودش اونوره، میگم که آقا شما چند تا سکیوریتی دارین؟ میگه استاف چند تا دارین؟ میگه 8 تا. اینجا مپ هم جلومونه. میگم اوکی من آدم اضافه میخوام چقدره؟ میگه آدمی $100 برای مینیمم 5 ساعت باید بیاد اونجا کار کنه. ساعتش شروع شد مثلا اگه بگی 10 تا 3 هستن یا 9 تا فلان، آدمی $100. گفتم خیلی خوب من 8 تا آدم میخوام اضافه. گفت کجا میخوای؟ گفتم یه نفر جلوی در میخوام، اونجا جلوی در خود با کلاس تر باشه. 3 نفر دم سکشن وی آی پی میخوام، خب کسی نتونه بیاد بالا. گفتم 2 نفر جلوی در بک استیج میخوام، 2 نفرم دم تیبل ها میخوام اونجا وایسن که حواسشون باشه کسی نره تیبل فشار بده و اینا تا جوی بدن جلوی میزا. گفت اوکی. پولو با زد و ما پول اضافه کردیم. مثلا اگه مثلا دیرمون بود $10,000 یه $800 دیگه من جیبم پول درآوردم، 8 تا سلی رو میز گذاشتم واسه یارو نجاتم جلوش. گفت اوکی. آقا شب کنسرت رفتیم خود یارو نیست، بازم 8 تا فقط کارمنده. یعنی بی حروم زاده یه نفر نکرده 9 تا. ببین چه بی پدر مادریه. نگفتی بهش؟ میگی بودن چون رسید شلوغه سکوتام نداره، تو ما نداری جای گنده است. میگه نبودن تو ندیدی. میگم آقا دم وی آی پی کیشکی نبود. چرا یکی بود؟ میگم خاینو قبلا هم که ما پول میدادیم یکی بود، من میخواستم 4 نفر باشن. تو با 4 نفر میخواد چیکار؟ شروع میکنه از این کارو کردن. بعد یارو هم چینی مینی اگه کسی میخواد بدون کجاییه. نه چینی دوست حسابی از تو خیلی بدن اینجا به دنیا اومده. ولی یعنی میگم این کاراکترها کلا کاراکترشون آدمای بدی ان. بعد مثلا میگم باهات قرارداد میبندن، استایلی هم که اینجا میگیری یعنی همه چی به بحثه. تو میتونی $10,000 بدی اونجا رو بگیری، میتونی $5,000 بگیری اونجا رو بگیری. بس یه داری میبینی با یارو چه حرف میزنی اینا.
یارو اگه بتونه مشروب بفروشه حاضر اونجا اون 10 نفر آدمو بیاره $1000 خرج کنه اونجا رو باز نگه داره. براش باز کردن $1000 خرج داره، ولی مشروبی داری شاتی $20 میفروشی، شات مثلا $2. برای همین بستگی داره به قرارداد تو از این حرفا. ولی چیزی که هست مثلا بعضی موقع میری مثلا کراود خوب داری، مثلا چه میدونم فرض کن یه آدمی از این آدمایی که مثلا موزیکای خاص میزنن بعد همه باید مست باشن استایل اون ریختی، خب اون کراودو که میری اونا خیلی مشروب میخورن. خب بعد کلاب میاد بهت میگه من به تو کیک بک میدم، بهت میگه من مثلا 10% 20% بهت میدم، اگه $1000 بفروشیم $200 مال تو. بعد تو تمام شب اونجا میری از مثلا 9 در رو باز میکنی تا 4 صبح. بعد از 9 تا 4 صبح تمام بارا آدم وایساد، یعنی همین اینجا آدم وایسادن با کش، اینم داره فقط اینجا بارتون فقط دارن میدن. خب این تو هر دفعه رد میشی میبینی 50 نفر دارن مشروب میخورن. بعد آخر شب میره به یارو میگه چقدر مشروب فروختی؟ میگه $4000. میگی دادا دیگه دیوونه که نیستم، میبینم تو حداقل مثلا $90,000 فروختی. بعد مثلا دزدی بیا بگو 70، هنوز $20,000 دزدی کردی. 90 تا رو میگم $4,000. خب یعنی کاتت بوده $20,000، کات تو $20,000، یه کار کرده که کات تو بشه $400. و اونم نمیده به جون تو، میگه $400 کاتت شده، ولی اونجا یه دونه لگد خورده، یه میزمونم مثلا توی همین کنسرتی که تو داری میگی نتونستی بیای چون کرونا بود اینا اجازه نداشتن کنسرت وایساده بزنن، باید نشسته بود. اینا کاری که کرده بودن رفته بودن از این صندلیای پلاستیکی چرمی کوچولو هستن که میشینی روش مربع، اونا گرفته بودن که اینجوری وقتی میخری صافه بعد اینجوری کجش کنی بعد میشه مکعب. اونا بو گشته بودن که تکنیکی پلیس رو دور بزنن که آره مرا قراره بشینن. بعد آیدیا این بود که مردم وای میستن، اینام که کوچوله به جهنم. خب یه سری آدم رفتن رو اینا وایساده بودن و اینا، خب آقا داره 500 600 نفر آدم، تو هم مثلا رفتی چون اینا خرج کردی $10 خریدی که دور بزنی به خاطر اینکه بتونی اونجا رو باز کنی، این مشکل توئه. بعد اومد رفتیم چیز کرده بودن اونجا رو، گفت آره، گفت $400 هم کات شما شده، شما این مبلا رو خراب کردین، $400 هم پول اونها رو باید درست می‌کنید. میدونی؟ بعد هر دفعه ما با اینا دیل کردیم 100% همیشه همینجوری بود. یعنی شده اومده گفته آقا بار $100,000 فروخته، $20,000 شما، ولی ما $20,000 بعد خرج درست می‌کرد. ما گفت این شده اون شده، اصلا داستان میساخت واسه خودش، این شکسته دست یکی بچه اوف شد. اصلا دارم یک دوزای احمقی ان، چون اگه اون بازی خوره حساب داشته باشه با آدمه، چون ما تو لول چاقالیم. اگه لول بالاتر بری با مثلا راجرز و اینا، مثلا راجرز جای گنده دیل بکنی، اینا دیگه مثلا حساب کتاب قهوه‌ای دارن چون میدونی کورپوریشن بزرگن. این یه نفر مثلا من رفته یه جای بزرگ خریده، گفته هر کسی میخواد بیاد، پوله که میاد جلوش دیگه میگه شونه من میام $20,000 کشفم به این، برو بابا همین که هست در مال تو، هر چی در دم در فروختی ورودی مال خودت، تیکت مال خودت فلان بسار. بعد مثلا کد چک داری، میگه کد چک رو بهت نمیدم. میگه خب چرا؟ من دارم آدم میاد، آدمای من کد دارن، اونا باید $10 بدن کدو بزنن. بعد میگه نه من کدو میخوام. بعد مردم میان تو 200 نفر وایسن تو صف، میگی بابا من بهتون گفتم کد چک نمیخوام، من آدمای منو مسخره کردی سر مثلا چی $2,000. خب نکن این کارو دیگه. بعد با میگه در دیگه نه اینجا جواب تلفن نمیده. بعد میگم خیلی اونورم ما خیلی مشکل داریم. بعد مثلا این اونا، بعد من آدم میارم غذا بیارم پشت و میذارم مثلا پیاز داغ میاره تو کنسرت مثلا رپ، چه میدونم مثلا شعله چیه اون یارو آش رشته مثلا، نه آش رشته پشت بو گو گرفته بود، همه من گفتم فوش خانواده من میدارم، منم حقم بود چی بگم. اصلا میگم مثلا واقعا این ورش خیلی دارکه. خب و دوباره اینو میگم کسی علاقه داره، من تا حالا تو یک کنسرت $1 پول در نیاوردم، یعنی بدون استثنا من تو همام کنسرت‌ها ضرر زدم و بدترینم کنسرت پوبان بود که اصلا اتفاق نیفتاد. یعنی پولو دادیم کنسرت اصلا پرید و تموم شد. فقط نیومد اینجا مثلا بریم ببینیم هم دیگه، بریم با هم ناهار بخوریم، هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط پول دادیم. آره اصلا کنسرت تموم شد و یکی مریض شد دیگه ما نفهمیدیم که خوب شد یا چی شد، تموم شد، ما رفت پاچه ما.
مثلا سر همین کنسرت پوبون و خلسه بود چند ماه پیش، مثلا سر همین بود دیگه، جلو وایساده بودن سگی مست و همه می‌خواستن برن بالا، این بدبخت پوبون گفت وایسا همونجا بمون، هیچ کی نبود آخر همه رفت دیدی هم میرفتن بالا، همه ها بودی تا آخرش یهو 6 نفر میرفتن رو سن همزمان. آهان میگم بلکه ندارن دیگه. بعد یکی مثلا با پوبون سلفی میگرفت، یکی میرفت بک استیج با آرتا مثلا عکس میگرفت، فیلم میگرفت. میگم دیگه ندارن، استاف ندارن متاسفانه. و به یارو هم که میگی پولشو میدم بازم نمیاره، بعد تو نمیدونی چیکار کنی. بعد هم نمیگی که ندارم، خودت بری آدم بیاری. میگم من 8 میلیون بچه شما کارتون مسئولیت به همه مسئولیت بدید، وای میسم اونجا کار میکنم، مشکلی نداره. اینی که یارو مثلا ما خودمون تیم داریم، خب اگه تیمتو داری آردی ترین، خب بهتره شما بیاین دیگه. بعد نگو اصلا فقط یارو فقط داره سر، بعد سر تو که مثلا اون شب داره مثلا برای $40,000 در میاره، الان داری مثلا یه $800 اینجا میکنی تو پاچه ما، یه $400 اونجا میکنی تو پاچه ما، مثلا مشروب سفارش میدیم $1,000 بعد $200 مشروب میاره پشت. در این حد بعد میگی بابا تو که مشروبی که داره $60 میخری داری به ما میفروشی 400 دیگه. این دیگه الان دوزی یه بطری کم آوردن چیه؟ یعنی الان اون $30 هم باید بزنی. اصلا تو نمیدونی بفهمی. بعد مثلا پشت یه یخچال داره، از این یخچال کامرشالا، بعد توش خالیه. بعد میگم خب حروم زاده تو اینو بدی با نوشابه پر کنی، سر تا پاش میشه $100. ما تمام شم بخوریم میشه $100. یعنی تو نمیتونی $100 بزنی اینجا که این پشت تو به قول تو چشه تو یه آرتیست داره میاد، یه نفر داره میاد اونجا که پرفورمنس انجام بده. بعد بار چند یه خاطر خوب داشته باشم میگن او اونجا خوب بود. انقدر خسیسن، انقدر در به داغونن، نمیتونی باور کنی. پشت میری حالت به هم میخوره. بعد دیگه استش همین آدم نمیاد اینا. بعد حالا تو داشت اینا میگفتی، این خیلی جالب بود که یارو بلند میشه بوی عرق و اینا میاد. خب بعد از نظر حالا آرتیستا چطوره؟ اونجوری که دلت میخواد پرفورم میکنن، صداهاشون بده، بلنگوها بده، آهنگا رو بلد نیستن. یه خورده اینا رو بگو میخوام بشنوم. مثلا دفعه اول همون کنسرت زد بازی، مثلا اون که افتضاح بود، کلا صداها داغون، بعد مثلا 4 تا خواننده است، فقط 2 تا میکروفون کار میکرد. مثلا آهنگ داشتن 3-4 تایی میخوندن ولی فقط 2 نفر با میومد. مثلا آهنگی که خیلی هیت بود میکروفون عوض میکردن، مثلا نوبت هیدن که میشد خلصه میکروفون رو میداد به هیدن بخونه، یعنی میکروفون هم اضافه نداشتن. ببین میکروفون انقدر مشکل داره همیشه نمی‌تونی باور کنی. مثلا صداها نابود می، من صدا رو نمیشنیدم، صدا نازک میومد. نمیدونم مثلا این برنامه‌های خیلی گنده مثلا اسکار اینا یا راه میره بعد سیم داره، بعد تو میگی شما تو این لول سال 2025 چرا میکروفون بی سیم نیست؟ انقدر میکروفون ایراد درست میکنه، فقط تنهاش اینه که با سیمی بری. اگه سیمی نباشه، چون اینا واسه افتادن سیمی نمیدن، همیشه به مشکل میخوره، باورت نمیشه، اصلا پشمیزونه. و خب غیر از اون دیگه، خب بحث غیر از صدا و اینا بقیه چیزاش اوکیه دیگه. حالا یادشون بره اینا هم خب تو اون فشار طبیعیه. مثلا خلصه این کنسرت آخرش که اومده مشخص بود استرس داره، نه اون چی بود، اصلا نگاه نمیکرد تماشاچی‌ها رو، نگاش مثلا به سقف سالن بود. من جلو بودم چشاشو میدیدم. آره بابا من یه دونه اینجا اگه یه ویدیو میفرستم که الان هویار داده اینو میدم براتون بذارین تو. من اینجوری اول رفتم پشت به سپه خلصه میگم سپه برات یه سورپرایز دارم، آهنگ بعدی حواست به من باشه توی تماشاچی‌ها. میگه سورپرایز چیه؟ میگم نه بابا باشه اونجا ببینی میخوام بخندونمت. میگه اوکی. شب بخاطر اینکه نمیخواسته بخنده نگاه نمی‌کرد. آخه تموم شد آهنگ داشت میره. آره نه اصلا یادش رفته بود. و من رفتم 4 دقیقه اینجوری وایسادم، با خود من 2 متر با مثلا شده چیزی 4 متر در 4 متر وایسادم اونجا با صورتی و فلان، منو ندید. خب آره استرس که زیاد دارم، ولی میخوام مثلا میگم من مثلا رفتم یه کنسرت، بعد توش یه دونه قبر از زمین بلند میشد میرفت آسمون، من گفتم عجب افکتی داره. یا مثلا یه کنسرت دیگه بودم جعبه درست میکردم، بعد آدما میرفتن تو جعبه غیب میشدن، بعد میریخ. بعد تو کنسرت ایرانی به خاطر کم بوده بودجه و اینا هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیفته. مثلا تو اینا رو اصلا نوتیس میکنی یا نه؟ چون تو کنسرت دیگه تبلیغات داغونه. مثلا شایع میشناسی؟ نه شایع رپریه یه چند وقتی یه نه زیاد 10 سالی هست اومده، بنده خود معروفه، اسم شایع محمد رضا شایع. آها. بعد نه معروف الان جزء خوباست الان این دوره. مثلا پارسال کنسرت تا ژانویه خب مثلا داشت اجرا میکرد، مثلا آهنگ این همه کنسرت ها رو میده، یعنی هر کی میخونه اونجاست، نمیتونی باور کنی. من بخونم میاد. من پارسالی رفتم
یا دیس قویه. حالا بعد بگم، الان میگم بعد بگم. کدوم؟ پارسالیپو چی شد؟ همون که دوربینمو گرفت و بعد داستان فوش و این چیزا. من که نمیدونم اسمشو، گفتم نگو تو پادکست بگو. الان بگم. بگو دیگه. خب کنسرت جیدال و پارسالیپ بود. بعد خب من اشتباه کردم. من جیدال رپر خوبی ولی من زیاد دنبالش نمی‌کنم. تنها کنسرتی بود که من انگار چیز بلد نبودم. خب بعدش پارسالیپ اومد. خب من پارسالیپ مثلا از قدیم مثلا تو کامنتاش بنویسم یه پیام دارم برای پارسالیپ عزیز و اینجور چیزا. که مثلا اونم ریپلای می‌کرد فوشم. اوکی علاقه نداری پارسالیپ، فهمیدی. بعد یهو این اومد من تو سالن صدام بلنده. سالن چیزم بود، توی سالن منچن بود. منچن از کلاب یعنی کوچیک بود. یه سن 20 سانتی گذاشته بودن یا جلومون بود. که مثلا من قبل کنسرت داشتم تمرین می‌کردم که اگه بخوام انگوشش کنم میشه نمیشه. که اون سکیوریتی اومد گفت یه بار دیگه این کارو میندازمت بیرون. آخرم انداخت. جدی داشتی میگفتی؟ چی کلمه رو میگفتی؟ خب بعد چیز تا اومد داد زدم کاورزن. کاورزن یعنی چی؟ خلصه که فوش میداد کاور میگم این پارسالیپو. الان فوت کنه. من که تو داری میگی. بعد فوش مثلا یه ویدیو بود فوشش میداد پارسالیپو، میگفت تو کاورزنی بابا، تو کار نمیکنه. نه یه ویدیو هست 2 دقیقه خلصه فوشش میده که بعد پارسالیپ ریپورتش میکنه. اونو که میدونم، اونو خود سپر واسم گفته بود ولی آره این همونه. تو اونش میگه کاورزن. بعد 2 تا لقب پیدا میکنه، کاورلیپ، پارسالیپ میگن کاورلیپ چون انگار کاور میزده. کاور میگم یعنی چی؟ انگار کاور میزده. اسمش پارسالیپه. کاور میزنه یعنی چی؟ کاور مثلا یا آهنگ مثل انگلیسی همون رو دقیقاً فارسیشو میخونه. فهمیدم. همون رو دقیقاً فارسیشو میخونه. واسه بهش گفتن کاورلیپ، بعد میخواستن فوشش بدن میگفتن کاورزن. که من داد میزدم کاورزن. بعد دیدین مثلا اومد اجرا کنه، دیدین مثلا گوشتون رو میگیرین اینوری که بیاد گوشتو بگیره. مثلا گوشی منو میگیره، فیلم میگرفت و دورش و اینا، همون رو که میداد به من شروع میکردن فوش دادنش رو دوربین. ولی نمیشنید چون صدا زیاد بود. میشنید اولش شاید دیگه گوش اون نمیگرفت. بعد رفتم عقب صف، اومدم جلو، دوباره جامو عوض کردم اونور. بعد دوباره همین حادثه تکرار میفته. وقتی انتقال میفته جیدال رو سن نیست. نه جیدال بالا بود. جدا رفته بود. آهنگ دارن با هم دیگه یا نه؟ فکر نه نداره. پس این آهنگ خوش اجرا می‌کرد، اون آهنگ خوش اجرا می‌کرد. پارسالیپ چیز داشت، کنسرت داشت بود یه سال پیش، کنسل شد. درست بعد میگم؟ با دنیا دادرسان. و حالا چه تیکتش اونقدر که می‌خواستن فروش نرفت، چه هرچی کنسل شد. و واسه همین جیدال که کنسرت اول مال جیدال بود، بعد چند وقت گفتم مهمان آرتیستم میاد، پارسالیپ اومد. یعنی در واقع کنسرت جیدال بود ولی پارسالیپ هم اومد آخرش اجرا کرد. که حالا اجراش خوب بود یا نه؟ بازم ناراحت شدی؟ جیدال یا پارسالیپ؟ پارسالیپ، چون جیدال که رفتی کنسرتش دیگه، بعد دوست داشتی که رفتی. آره ولی نه پارسالیپ دیگه فکر کنم، آخه من واقعا هم خوب بوده باشه من 100% فکر نمی‌کنم بگم خوب بوده. آخه من آهنگ اصلیشو تو چرا انقدر باش بیف داری؟ چون سپر دوستش نداشت. چون فن مثلا سپر و زد بازی اینا بودم. این یعنی فقط چون که سپر باش بچه تو هم یهو باشه نمیشدی؟ آره دیگه من نمیشناختمش، یهو دیدم شروع کرد. سپر دوست دارم، خوش شد وقت من فوش ندادم به سپر. تفنگ ببین رفتی کنسرت یه نفر دیگه، بعد یارو اومده برات مجانی پرفورم کرده ولی هنوز حاضر نبودی اصلا گوش بدی. قفشا عکساش هست، عکساشو نشون بده. مثلا عکسش هست، عکس خودش استوری کرده. بفرست که میذارم چیز دیگه. الان خواهی به خود نشون بدم. شو مثلا داره اجرا میکنه، من اینطوری این وایس دادم به خونش تشنم، دارم نگاش میکنم پوکر. سر اینکه سپر دیگه باش آشتی کرد میدونی که من که میدونم و بقیه نمیدونن. خب چی شد آشتی کردین؟ کی؟ با سپر دیگه. دوست شدن دیگه، دیدن همدیگر دیدن تموم شد. نه تو ها اون دوتا رو میگی؟ اون دوتا آشتی کردن واقعا؟ کی؟ چند وقت پیش. یه چیزا تموم شد دیگه، بعد همه نه این استوریش بود. حالا پارسالیپ من تیشرت، من لباس پیرن سفید پوشیدم، این گوشه زومش کنی میبینی. به خونه سشتم. اینی تو؟ آره نگاه اصلا اون ور دارم نگاه میکنم، همه دارن فیلم میگیرن و ذوق و هیجان. من آمادم دهنش رو سرویس کنم. اصلا فیلم ها رو میخواد نشون بدم فوشش میدم. چه شاکی.
یعنی فکر کن بری کنسرت یه نفر با جلو وایسی، بعد تلفن تو بگیری بالا، یارو بیا تلفن تو بگیره، انقدر خوش شانس بشه که تو رو انتخاب کنه، بعد واسط بچرخونه تلفن بهت پس بده، بعد تو به خود یارو فوش بدی. یعنی ظلمه به خدا. بعد داخل دو سه بارم شد جامو عوض می‌کردم. دفعه اول نفهمید، دفعه دوم فهمید، دیگه گوشمو نمیگرفت. رفتم عقب، اون وقت کلاه داشتم، کلاهمو در آوردم، رفتم از اون ور صف. بعد اونجا دوباره گوشمو گرفت. شلوغ بود کنسرت یا نه خیلی؟ نه زیاد. فکر کنم خلوت‌ترین کنسرت که تا حالا رفته بودم. آخه اونایی که اومده برای جدال اومده بودن، کسی برای پارسال نیومده بود. من پارسالی بود که موزیکشو خیلی نمیشناسم، ولی یه بار همدیگه رو بیرون دیدیم، همش دختر رو دنبالشن، دختر سنگین دنبالشن، همش دختر میگن پارسالی. دیگه ما چیمون از پارسال کمتره. الان بعد این دیگه فکر کنم مثلا اینکه زیاد چیز چون من میگم دختری دنبالش بودم، یعنی هیت دختری که کم داره، شاید حالا هیت پسرا داشته باشه، ولی من میگم پسر خوبی بود. من چیزی که دیدم ماشینم چیزش هم رفتی برای مدرسه می‌خواستم بسازم، نه به خاطر خودش دقیقاً نرفتم، چون که پارسالی اونجا بود. آخه چیزام شده بود قدیم، یه پست اومده بود ونکوور، گفتم برات یه پست گذاشته بود با کنفلکس عکس گذاشته بود، بعد مثلا طعم میوه بود، نوشته بودش که میوه مورد کپشن نوشته what's your favorite fruit، میوه مورد علاقتون چیه؟ یعنی که من کامنت گذاشتم هندونای مامان پارسالی. با اون چیو بعد نوشت لات مجازی نگیر، تخت و چرت داری آدرس بده، که من نوشتم سی نکرد. بعد رفتم تو کنسرتش داشتم فوش میدادم، گفتم دیدی اومدم، دیدی خواستی من پیداش کردم ببین. زندانی میکنه اینجا. خب پس تو کلی بیف داشتی باش. خب حالا بتونی چیزی بهتر کنی، یه دو تا چیزو بهتر کنی، چیکار میکنی؟ چیو بهتر میکنی تو کنسرت ها؟ یه ذره برنامه‌ریزی برای خود خواننده ها، مثلا هیپاپولوژی هیدن کنسرت داشتن، مثلا جفتشون قرار بودش 12 بیان، چون مثلا یکی از دوستان پسر خاله‌اش همین تیم ایناست که چیز میکنه. حالا هیدن آره دیگه جفتشون قرار 12 بیان، نو کنسرت 9 یا 10 شروع میشه، قرار بود خودشون 12 بیان، که مثلا سر هیپاپولوژی خواب مونده بود، تعریف می‌کردن که نیم ساعت دیر اومد، مثلا دیجی نمیدونه چه اتفاقی داره میفته. دقیقاً چند ساعت قبل کنسرت رسیده بود ونکوور، تو فرودگاه نگهش داشتن بدبختو. بعد این بدبخت انقدر خسته بود تو هتلش خواب مونده بود. یعنی مثلا دارش در میزد مثلا بیدار شه، که آخر بیدار شد و با یه ساعت تاخیر اومدن کنسرت. بچه‌ها دارم میگم لول هارد بازی میکنیم دیگه. بعد خب میگم یه روز حالا بیشتر پول هتل بدی چی میشه؟ نمیشه دیگه، وقتی رو پروموتر تو منهای $2000 یه روز هتل $300. یا مثلا هیدن یادم نمیاد چی شد، ولی هیدن هم دقیقاً همینجوری شد، مثلا اونم 10 بود تا 12 قرار بود دیجی اجرا کنه، خودش 12:45 اومد، 45 دقیقه دیرتر، یعنی 2 ساعت و 45 دقیقه من واسه بودم. آره. بعد خب اون تو هم میگم مثلا خوشگذرونی نیست، همه چپیدن تو هم واسه این اسکلان که بعد مثلا بعد 2 ساعت دیدی یه سری مثلا دیجی که اصلا خوبن یا نه دیگه افتضاح، مثلا پاپ پلی میکنه. آقا کنسرت رپ پاپت برای چیه؟ آهنگ پاپ میذاره. راست میگی، من هم نوتیس کردم. دیدی؟ حالا یه بار کنسرت دیدم کی بود، مثلا فرض کن زد بازی، بعد دیجی اومد، من دیجی آورده بودم، دیجی به من زنگ زد گفت سهیل من دارم میام اونجا، چیزی هست که بخوای من پخش نکنم، چیزی هست من باید بدونم؟ بعد من به اینا گفتم دیجی نمی‌پرسه، گفتم نه. دیجی گفت اوکی. بعد دیجی زد بازی گذاشت، اینا ریختن روش، قاطی کردن، دعوا شد که چرا مگه کنسرت زد بازی نبود؟ چرا آهنگ زد بازی گذاشتی؟ ما خودمون بریم اجرا کنیم. ها خود خواننده ها، فکر مردم. آخه اونم داستانه، مثلا سر کنسرت زد بازی آهنگی پیشرو گذاشته بودن. پیشرو زد بازی که میدونین دشمن همن. و هنوزم هستن؟ آره دیگه، اصلا معروف ترینشون همینه بیفشون. واسه فکر کنم تو کنسرت داره، بعد نه تنها پیشرو، آهنگی از پیشرو که داره زد بازی دیس میکنه رو دیجی گذاشته. خب نه دیگه راست میگی، ضعیفه. راست میگی. چرا مثلا ما فقط میگیم دیجی بیای نمیشیم آقا باید موزیکا تو این سبک، خب این تقصیر ماه دیگه. ما بگیم آقا ما موزیکا میخوایم رپ باشه، بعد این آهنگ قراره پلی بشه، اینا نباشه. ولی میگم من الان بالای 20 ساله دارم اینا رو میبینم.
پیشرفتی توش نمیبینم. همون روی یعنی از اول همین بوده کلا. آره از اول همین بوده، چون میگم پول توش نیست، فقط همه دارن سعی میکنن بزنن. یکم که مثل من میاد میگه آقا بذار خرجم خوب بشه، میفهمی تازه بقیه داستانم دزدن. یعنی پول باشه سخته این کارا رو بکنی و یکی دوباره بکنی تا یاد بگی او خودم من آدمام بیارم، به این نمیشه اعتماد کرد، او این او اون. خب مثلا 2 ساعت و نیم هم صبر می‌کنی، تاش مثلا نمیدونم دوستشون و رفیقش دیدی پول میدن قدرشون میخونن. و مثلا بدبخت این بد منفیه. حالا من خودم آدم بیشورم اینا رو فوش میدم. دوست نداری کسی دیگه میخونه؟ آخه همه یهو هیجان زده میشن. مثلا 2 ساعت و نیم همه صبر کردن لای عرق و یارو بالا آورده رو داری میمیری. بعد یا محمد میاد میخونه میگی بابا. آره بعد یه صدا میاد میگه چطوری ونکوور. بعد مثلا خیلی همه جیغ میزنن، گوشا رو در میارن، شروع کنن فیلم گرفتن. بعد خب اول خب چون صدا واضح نیست نمیفهمی این نیست. یه آهنگ پخش میشه، شروع کنه خوندن، نمیدونه آره آهنگ جدیدشونه چیه. بعد میاد جلو صورتشو میبینی میفهمی اون نیست. دیگه مثلا کنسرت خشایار هم بودن 2 نفر. آره که بعد وقت دهنشون سرویس که میومدن مثلا دستم یارم جوری که اصلا چیز کنه دست بده بهم و یو اینجوری. اون که بیچاره اومد به من گفت آقا منو راه نمیدم بک استیج. بعد گفتم خب چیه بگم چیکار کنم؟ گفت تو رو خود بگو من راه بدن، خیلی زایی است من دارم اینجا میخونم. من نه سر پیازم نه ته پیازم، من اصلا من خودم مهمونم اینجا، من مسئولیتی ندارم. مثلا کل کنسرت دارن فوششون میدن، حالا مثلا همراه با من همراهی میکنن، تو همه همزمان اینا رو فوش دادن. خب حالا پس تو الان میگی کنسرت خفن یعنی اینجوری بود که مردم بگی 10 بیان تو بعد مثلا 11 شروع کنن؟ مثلا هر تایمی میخوان بکنن تایمو بگن، جدول بدن، 10 در باز میشه 11 آرتیست این میاد میخونه، بعد مثلا 11 و نیم تا 1 تا 11 و نیم تا 12 این یکی میخونه. برنامه دیجی اینجوری، همه کنسرت ها اینجوری هن. مثلا من 21 سویج و این چیزا رو رفتم، اونا هم رپن. مثلا اونا همه برنامه داری، میدونی قراره چی بشه. میدادم بهت برنامه. آره خود نمیدن، فیزیکی نمیدن، اون خود مثلا اون کلابه استوری میکنه برنامه رو. مثلا مال من راجر زارنا بود، میگه همه چی رو، همه میدونن. حالا من برنامه نداشت اونجوری که رفتم، مثلا بقیه که بیشتر دنبال میکردم بهم گفتن، عکسشون دادن، گفتن که این تایم قراره بیاد. بعد تا قبلش هم خب برنامه جذابی بود، دیجی کاربلد بود، آهنگ مرتبط میذاشت، پاپ نمیذاشت، هایده گذاشتن توی کنسرت چی. آره میفهمم. مثلا هایده کلا سبکش بابا تو حالا اینا رو میگی، من ببین حالا از این ببین تو پاچه ما چی میره. این دیجی رو برداشته مثلا با یکی داریم برنامه میذاریم، یه دیجی همینجوری که به حالت من میگم ببخشید دیجی تخمی ورش از تورنتو آورده. یعنی به دیجی $2000 پول دادیم، $1000 پول هواپیما دادیم، $1000 پول هتل دادیم. بعد میگم دادا من اینجا $200 برای آدم میارم، برای چی $4000 دادی به این؟ نه این دیجی افکس مثلا خیلی خبره. حالا مثلا افکس چیه؟ رفتیم اونجا همین مثلا هایده گذاشته. بعد میگم خب این که خب هر خری یوتیوب این کارو میگفتیم بهتر میکرد که میذاریم زد بازی ریلیتد بهتر همین میذاش تا مثلا اینجوری. بعد میدونیم بعد مثلا تو با این داری طرف میکنیم، بعد به همین آدم میگی آقا بیا $400 بذار تبلیغ کنیم توی رادیو جوان که مردم بدونن. میاد میگه بابا خیلی تبلیغ، $400 پول تبلیغ بدیم. یعنی $2000 برای دیجی افکس میده ولی $400 برای تبلیغ نمیده. بعد دیجی افکس باید دوست دخترش هم می آورد، پول تبلیغ خانمم باید میدادیم. من به دوست دخترم جایی نمیرم. خب حالا بدون مامانش جایی میره. یعنی اصلا تو نمیدونی با یه چیزایی دیل میکنی، بعد من اصلا باور نمیشه. ببینم میگم واقعا چرا آوردی؟ شاید مثلا پولا رو اینجوری میتیقیده، مثلا دیجی افکت $500 میگرفته مجانی میومده اینجا پولا رو میداده به اون ورزشگاه اون میگرفته. امیدوارم اینجوری باشه، چون وگرنه واقعا با اسکول باشی که تو این بشی به این فکر کنی بگی آره داریم این ونکوور دیجی باید ببریم. بعد دیجی همین که تو داری تعریف می‌کنی، مثلا حالا میگم اگه یک دیجی میومد که تو حالا میگفتی وای دیجی قبلتون میگفتی خب آره دیگه بعد اینو بیاریم حالیشه. ولی اون که دقیقاً میاد با همون لولی که مثلا من یا میگم یه لول پایینتر از یوتیوب الگوریتم کار میکنه دیگه نباید واقعا. ما تلگرام آهنگ بذار، تلگرام دیدید آهنگ دانلود میکنن. همین دارم بهت میگم اصلا یوتیوب میگن که پولیه به کنار، تلگرام تو بذار. نه موافقم. خب پس تو میگی باید برنامه باشه، تو میگی باید دیجی که آهنگ میذاره رپ داشته باشه. مردم رو چجوری میشه خوشبو کرد؟ اون دیگه نمیشه. چرا باید کاری بکنیم؟ باید از این چیزای بودار بذارین، دستگاهی که بو میزنه که یه بویی بیاد، بو رو ببری، یه بوی مثلا فکر فقط بوی
دارچین بیاد تو بوی عرقو شاید کمتر بفهمی. میگه $400 پول تبلیغ نمیده، بعد میخواد بو رو عوض کنه. نه اینا مثلا خرج زیاد. این روغنا مثلا روغنا دونه مثلا 10 داره، میری 5 تا میخری میریزی تو همه خود چیز، اون تمام شب اونجا بو میده واقعا، چون بوشون زیاده و حالا شاید 10 تا بسته بخوای، ولی میگم اونا رو 3 تا قطره میریزی یه روز بو میده. کل اونا خالی کنی مثلا کثافت میشه اونجا. میشه کارهای هست. یادت تبلیغ مثلا همون شایعه بود داشتم میگفتم، یا وسط آهنگش دیدی مانیتور پشتشون دارن، تبلیغ رستوران چیز کرده بود، خاقان کرده بود، یارو داشت میخوند از درد اجتماعی میخوند، پشتش داشت تصویر کباب پخش میشد. آره میدونم. بعد تو بدیم ما چقدر میدویم واسه اون تصویر کباب. خب مثلا یارو درآمدش مثلا به جون تو مثلا $90,000، بعد میگی که $2,000 بده اسپانسر بشه، مثلا گروه رپر داره میاد مثلا تاپ ترین رپرمون، آخر مثلا معامله تمام بشه مثلا $350، اون عکس رو بندازه اونجا که تو مثلا چی مسخره کنی. آخه بدبخت داره آهنگ اجتماعی میخونه، میگه قدقه یادم میگه من عصبانی ام از این که نمیدونم آدما دورم چیه همچین چیزایی، بعد پشتش تصویر کباب داره پخش میشه، دارن روش آب لیمو میریزن. اوه پس خیلی کنسرت خیلی ضعیفه. این تو داری میگی از 1 تا 10 چند بهشون میدی؟ آخه کنسرت هم دارم، مثلا این کنسرت آخر لیت و سیجل، حالا نمیدونم اینکه بخشی که خودم حال کردم تاثیر داشته یا نه، ولی از هر کی پرسیدم میگفتن خیلی خوب بوده. مثلا به اون مثلا 10 از 10 میدم. همه میگفتن خیلی خوبه. چیش خاص بود؟ خیلی خوب لیت و سیجل خوب اجرا کردن، بعد دیر نیومدن، پشت سر هم اومد، یعنی تایم مناسبی اومدن، بعد صدا درست بود، همه چی اوکی بود. ولی مثلا سیاوش خیلی کارو جدی میگیره. جاش اون کسیه که توشون، حالا من نمیدونم چی مردم راجع بهشون فکر میکنن اینا، چون من نمیخونم فالو نمیکنم، ولی سیاوش خیلی همیشه جدی بود تو کارش، یعنی خیلی میدونست که داره یه کار قوی انجام میده، میدونست داره یه کار مهم انجام میده همیشه. بعد خب تن به این چیزا هم نمیدادن دیگه. مثلا همین هیپوپولیز آخرش اومده بود، بعد خب از بک استیج که بود آهنگ شروع شد، داشت میخوند، اومد جلو، بعد یارو مثلا یکی از اینا که تهیه کننده کنسرت یهو دستشو گرفت برد سمت وی آی پی وسطش، که یارو اومد بالا باش عکس بگیره، دوباره رفت. فکر کنم بدبخت داره آهنگ میخونه، بعد دستشو گرفته نگه داشتهش، یکی از همین چیزا که با رفیقش عکس بگیره. میدونی چرا؟ چون پول در نیاورده بوده. گفت ما که پول در نیاوردیم، فقط بیا گاز چش عکس بگیریم بابا. حالا بابا اینش اینجوری بوده که فقط آقا یه عکس بگیریم، ما که داریم ضرر میکنیم دیگه، چیکار می‌کنم؟ ناراحت شه به جهنم. به خدا دارم میگم. و اگه تو پول در آوردی، من به آرتیستم دست بزنم وسط پرفورمنسش. من چی؟ فکر بچه دستش گرفته بود سیگار عکس بگیر. بخنده بخون من اومدم تو یه خونه. خاک بر سرم. نه میگم متاسفانه، چون که درست فکر میکنم درست میشه، چون میگم این همیشه اولش سختیاش اون مال اولشه. حالا آدمایی مثل من و خیلی آدمای دیگه، من که خیلی کم، ولی آدمای دیگه خیلی زمان زیاد درست باید بشه، باید یه اقدامی هم بشه. الان اینا که کنسرت ونکوور اجرا میکنن، یعنی برگزار میکنن، همه آدمای ثابتن. من کل سکیوریتی ها و کل عوامل رو همیشه میبینم، آدمای ثابتی ان، یعنی فرق نمیکنه که بخوای ببین دلیلش اینه که یارو که این کارو میکنه بعد از مثلا 5 تا کنسرت عقلش بشینه میگه که یه دونه دیجی تخمی بعد از تورنتو بیار مثلا 10% کاستو ببر بالا. میدونی اگه مثلا میگم دیجی، مثلا اگه ما آرتیستمون $100 گرفته بود، بعد می‌خواستی 4 تا پول دیجی بدی، اوکی. آرتیستمون مثلا 6 تا گرفته، بعد 4 تا بدیم به دیجی، بعد میگه خب دیوانه واسه چی؟ خیلی خب دم دیگه آقا، من خیلی چیزای جالبی ازت یاد گرفتم واقعا. اگه یه روز دیگه من دوباره برگردم به کنسرت، من گفتم اونجای مادرم اگه من دیگه به کنسرت دست بزنم، یعنی انقدر فقط درد سر و هدیک داره و دویدن داره و بعد اون شبش استرس داری، بعد هیچ میگم بست کیس سناریو میخوای چند $100 جمع کنی، مثلا $4,000. بست کیس سناریو ما که ندیدیم، میگن ما شنیدیم، داستان کتاب خوندم، ولی من میگم یه تابلو هم بذارن جلو سالونه که بگن کنسرت اینجاست. آخه نمیدونن تا ساعت 10 نه چراغی روشن میشه توی یه سالن، حتی نه کسی الان هست. میگن خجالت میکشم، ما اون موقع نشستیم پشت گل میزنیم مثلا همین کلاب انزو هستش روبروش هاربره،
کنسرت کچی بیتس بود که بعد همون بسای داستان شده بود. کنسرت کچی بیتس من میدونستم انزو اینه، فقط من وایستاده بودم تو ساعت 10 اینجا، بعد فکر کن 150 نفر جلوی هاربر صف کشیده بودن. نه بابا. بعد همه میدونستن لوکیشن اینه، میومدن میپرسن کنسرت اینه، میگفتم آره. بعد میگفتم پس اونا چی میگن؟ میگفتم اونا اشتباه وایسن به نظر من. بعد اینا میرفتن همونجا. این چیز جمعیت خیلی جالبه که وقتی جمعیت زیادتره آدما خنگ میشن. آقا اون چیزم بودش کنسرت همین کچی بیتس زده بود آل ایج، بعد زده بود 19 بالا. اون که خیلی بد بود، زده بود آل ایج، یعنی همه میتونن بیان. بعد دم در حسابکار میگفت نه گو خوری جون مشهور، یعنی جمع میتونن. کی بهتون گفتم؟ میگه یکی با تلفن گفتم، گو اشتباه گفتم. تلفن نه ساین بود، تبلیغات همه با آل ایج بود بین خود پروموتر و حسابکار. حسابکار میگفت نه یعنی دعوا شد و کتک کاری شد و اصلا داستان شد. من رفتم اونجا، بعد خب چون منو میشناختن و اینا، همه ریختن سوال. نه من رفتم اونجا شروع کردم با مردم حرف زدن. من حرف زدم، یه خانم ایرانی اومد، من واقعا معذرت میخوام ولی از اونها که صداشون اینجوری حرف میزنن، آقا ببخشید آقا این چه وضعشه؟ چرا ما مسخره کردین؟ بچه ما 17 سالشه چرا نمیرین تو؟ گفتم که خانم اولا آروم باش، بعدش هم که دیگه اتفاق افتاده دیگه. یعنی چی؟ خب کی مسئوله؟ هم صاحبش مسئوله. شما الان میری خونه دامه میزنی که این اتفاق افتاده، باید پولتو پس بده. ندادن. من الکی ایمیلز الکی ساختم، رفتم تیکیتمو فرستادم با آیدی خواهرم که زیر 19، گفتن که من ندادم. بعد گفتش که بذارین میفرستم برای تیم پشتیبانی تا 2 روز دیگه جوابتو میدم. بعد دیگه جواب ندادن. آها. من هم اتهام به خانمم گفتش که اگه جواب ندادن چی؟ گفتم ببین باید جواب بدن و آدم درست حسابی پول شما رو پس میده، ولی چون شما با ایرانی طرفی و کالچر ما احتمال داره پولتو بخوره. شما میتونی قانونی بری دنبالش، ولی چون شما حوصله‌شو نداری نمیری. مثلا الان الکی داد بیار راه ننداز. بعد گفت شما اصلا چی کاری؟ گفتم هیچی. بعد گفت پس چرا همه دارن با شما حرف میزنن؟ گفتم نمیدونم، خود شما چرا داری با من حرف میزنی؟ واقعا گفتم همین خوش شد، من چرخیدم ریلکس، گلمو گشتم و رفتم در بدو. ولی خب دیگه اتفاق میفته دیگه، خب اشتباه شده بود دیگه. میدونی اتفاق میفته ولی واقعا نباید بیفته. خیلی خب آقا دمت گرم، مرسی از وقت. من خیلی می‌خواستم این اپیزود درست کنم چون می‌خواستم یه فیدبک بگیرم ببینم مثلا شما که اونورین چی می‌بینید، چون میگم من تا حالا یک بارم اونور نبودم، مثلا هیچ آماری ندارم، ولی مثلا ما یه اتفاق دیگه میفته اون پشت بک استیج و این حرفا. خیلی خب حالا بعد رو بکس اینو فکر می‌کنم استفاده کنم، بعداً شاید یه ایمپرووی بکنم، اگه کنسرت آینده بهتر شد از اینجا شروع شد. دمتون گرم. چاکس.